22 سالمه. شغلمم توی اینستاگرام خب ادمینی هستم و بلاگری انجام میدم و تدوینگری انجام میدم. من فاطمه، 20 سالمه، دانشجو. من فرینازم، 21 سالمه، دانشجوام و همین دیگه، دانشجو رشته حسابداری. آدرس دانشگاه. سلام دوستان، فاطمه هستم. خوشبختانه با این آشنا شدم. بعد 18 سالمه، دانشجو هستم. ما دوتا متأهلیم. ما دوتا مجردیم. یه ویدیو گذاشته بودم توی اینستاگرام با لباس مادر بزرگم و اینا مسخرم میکردن. آها این دختره چوپون قبل منش بود. بچه ها وسط این ویدیو اون کلیپ رو بذاری دارم. اوایلم عاشق داوسمن شد، تیک ها و لایکی و همه چی بود دیگه. آره. از اونجا شروع کرد اومد تو دلگه. خب داشتیم چی میگفتیم؟ پلن بعدی بچه یادم رفت. داشتم به اون فکر میکردم لعنت بهش. چی؟ اصلا یه چیز بگم، من و فریناز از اول با هم اینجوری انقدر اوکی نبودیم. بعد از یه تایم با هم اوکی شدیم. نمیدونیم چی شد که یهو اتفاقی خیلی اصلا یه لایکی من اخفال میکردم و اصلا میرفتیم خونه هم در حدی نبود که خیلی میخوام با هم صمیمی باشیم. واقعا همچین چیزی بود. حسی هم نداشتیم چون خب فامیل بودیم، ولی حس این دوتا نسبت به خودمون نمیدونیم. همیشه مسخرت میکردیم دیگه. همیشه مسخرم میکردن، هنوزم مسخرم میکنن. خب این که 100%. خب کلا مسخره میکردیم دیگه، فیلماتو میدیدیم میخندیدیم. بیشتر از همه از مدل حرف زدنت. جفتتون نسبت به این فکر میکردم بسیار خودشیفته. منم نسبت به هر دوشون میگفتم اینا خود مغرورن. البته نسبت به این میگفتم منگوله. چه دروغ بگم، مثلا یه چیزی بود انگار. چی؟ نمیدونم شاید منگولا بودیم. میومدیم بیرون همه مثلا میدیدیم بالا توی سر جاها شبیه یه جوری بود اصلا این خب چون من کلا خونسام، ولی آره مثلا بین شر و شیطون و اینا این من که اصلا عاقل ترینشون بودم. این که اصلا زبون خودمون مول بود، عاقل بود، موزی داشت، موزی بود. این هم مثلا صداش بدتر ما در نمی اومد. ولی یه سری یه خاطره میخوام تعریف کنم. رفته بود خونه اینا، مامانش چون خیاطه، بعد این خودشو میگرفت میخواست بره کلاس زبان، به من محل نداد. چرا من یادم نمیاد؟ بعد به من بعد به من محل نداد، خودشو گرفت، بعد اینجوری میکرد، بعد رفت در اتاق خوابشو بست. همینه از اون خوشم نمیومد. یه دونه اونجوری برو، اونجوری نگاش کردی؟ جان من یه دونه برو. من میرم. نه با چشایی خیلی قشنگ‌تره. نمیتونم بذار عصبیشم الان نمیشه اصلا. چرا حالا من تصمیم گرفتم یه همچین ویدیویی و همچین ولاگی درست کنم؟ چون که تا به الان کسی رو ندیدم از ولاگرها 4 تا حالا مثلا رفیق باشن و دوره هم باشن بخوان یه گفتگوی با هم دیگه داشته باشن و تنها دلیلش هم این بود که دوست داشتیم بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. البته بعد از این قسمت آشنایی ما شما قراره چالش‌های ما رو ببینید. خب خصوصیات اخلاقی منو بگید. قرقرو، عصبی، انتقاد بددهن، پذیر اصلا نیستی. واقعا خیلی اصلا بده. پذیر نیستیم. خیلی چی بده. نیستم؟ انتقاد پذیر. نیستم. خیلی ما رو میپیچونه. آخ دست پیشونش میپیچونم. عالیه. دیگه دروغ کمتر بگو ما میفهمیم. دروغ زیاد میگم. آره دیگه همین دیگه، قرقرو هستی به شدت، ولی به شدت بددهن هستی، مهربونی، جیغ دلسوزی. میزنه. خوبش هم بگیم دیگه زشته. وایسته حالا بعداشو بذار بگه. خب جیغ جیغو، آبروبر و انتقاد پذیر. حالا من کیو پیچوندم؟ ما رو همه رو. این رابطه شاید اینجا کات بشه، معلوم نیست. خب بریم بعدی. آره خصوصیات اخلاقی فاطمه. البته کافیه ازت خوشش نیاد. دمدمی مزاجم.
این خردادیه مودیه دیگه. خیلی قده. بعد موقع من میره وقتی یه چیزی رو بخواد توش نبیاره تا آخر نه. ولی تنها کسی که تو این جمع نه نمیاره منم. من خیلی راست. زوم شه رو این دوباره. خب خصوصیت اخلاق فرناز کاملا موزی. یه چیزی بگم از بین ما 4 تا خب کاری ندارم مثلا به هیچ کدومشون که چجوری هن بیریاتر و برونگراترشون منم. اینو واقعی گفتم. از اون به من بگی. نه شما برونگرا نیستی، شما درونگرایی. شما به من وقت فهمیدم میخواد چی من بگی. میانگرام. ولی خب خیلی مهربونه. بعد خیلی مهربون. نسبت به فاطمه خب از یکی کافیه بعدش بیاد. ببین تا آخرش یعنی من بهش میگم که آقا یکم از مثلا رو ظاهر خودتو خوب نشون، ولی اصلا نمیتونه. باید بگه، باید برو. خیلی زود مورد قضاوت قرار میگیره، ولی یک وقتایی حالا من تا حالا زیاد ندیدم، ولی مثلا احساسی نمیکنم یه وقتش از زود یه سری قضاوت کنه، گاهی اوقات نه همیشه، مال همیشه که درست در اومده هر چیزی. ولی همیشه ولی با بعد راست خلاف میگه. ظاهرش که همه میگن نچسب و ایناست، ولی آره. اشتباه به نظر من. مودی هم هست. آره. اینم مودیه. از به شدت آه. شکمون. تا اینجای چالش ما خصوصی اخلاقی ما. حالا قسمت دوم چالش خیلی شدیدتری داریم. البته من قراره اینجا یه چیزی بگم. وای گوشی تو بیار. تو گوشی تو بده باز کن. گوشی تو یعنی باز کن. یه مسئله و 2 ماهه خب دارم میخواستم بهش بگم و نگم. البته فرناز تا به الان نمیدونست و نمیدونه. تو میدونستی؟ الان تازه قراره بفهمه. نمیدونم واقعا چه حسی داره. ریاکشن تو خیلی استرس نقشه منو گرفته. الان آقا یه پیامیه تا الانم نمیدونست. خب این پیام میخوام به فرناز نشون بدیم. به منم باید نشون بدی. نه؟ چند وقت پیش یکی بهش پیام داد گفت میخوام بیام خواستگاری. خب بعد من شماره باباشو دادم. با یه شماره ناشناس بهش پیام داد. اون پیام کسی نبود جز من. واه. تو هیچی نمیدونی از داستان. آره. خلاصه اینکه من خواستم آخر چالش اینو بهش بگم. استرس هم محمد رو چخ دیدی. با ما همراه باشید و حتما ما رو چیکار کنید؟ سابسکرایب. بچه مثل اینا میاد. سابسکرایب کنید. قسمت بالا زنگوله هم بزنید.